اتحاد اروپا طرحی را بررسی دارد که اگر تا آخر امسال قبول شود دست بروسل را برای لغو یا بیکار کردن سفر بی‌روادید برای شهروندان 61 کشور از جمله گرجستان، مولداوا و اوکراین باز می‌کند. این پیشنهاد را کمیسیون اروپا هنوز در سال 2023 در میان گذاشته، ولی پارلمان اروپا همگی هفته پیش بررسی این سند را شروع کرد. همکارم کیومرث عطا در این باره تفصیلات دارد و اینجا با ماست. کیومرث، چرا این حالت پیش آمد؟ سلام عبدالمومن، پیش از همه من و شما خوب میدونیم که گرفتن ویزای شنگن حالا هم آسان نیست و ظاهرا بعد از این دشوارتر خواهد شد. این دیگرگونی به گفته تحلیلگری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی ریکارد یوزویک، پیش از همه با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی است و دوم به قول او احتمال استفاده از روادید همچون وسیله سیاسی برای فشار به کشورهای سوم. این البته به کشورهای داخل دارد که شهروندانشان حق دارند تا 90 روز به ویزا به اتحاد اروپا سفر کنند. گرجستان و اوکراین از سال 2017 و کوسوو از سال 2024 از این امتیاز بهره‌مند هستند. مکانیزم حاضری بازداشتن سفر بی‌روادید که از سال 2018 عمل می‌کند تنها در حالت‌های سوء استفاده آشکارا تطبیق می‌شود. برای مثال افزایش شماره شهروندان کشورهای سوم که از 90 روز زیادتر در قلمرو اتحاد اروپا میمانند یا از سبک شدن نظام سفر برای دریافت پناهندگی استفاده میکنند. تاکنون اتحاد اروپا تنها یک دفعه نظام بدون روادید را اول موقتی و سپس به طور دائمی برای ونواتو یک کشور در جزیره های جنوبی اقیانوس آرام بازداشته است. معلوم می شود این دیگرگونی در حال حاضر به شهروندان تاجیکستان یعنی دخل ندارد، چون میان دوشنبه و بروسل نظام سفری بی‌روادید یا بی ویزا نیست. در هر صورت کیومرث، چی تغییرهای احتمالی در پیش است؟ یکم، در صورت احساس شدن ناهماهنگی سیاست کشور سوم با سیاست عمومی روادید اتحاد اروپا، سبکی یا همین امتیاز بازداشته خواهد شد. چون این حالت در سال 2022 هم رخ داده است، زمانی که صربستان به شهروندان بروندی، هندوستان و کوبا سفری بی ویزا را اجازه داد. بروسل اصرار داشت که بسیار از این افراد صربستان را همچون راه آسان و پنهانی برای درآمدن به حدود اتحاد اروپا استفاده میکنند. پس از فشار کمیسیون اروپا، بلگراد از بعضی ترتیبات دست کشید. طبق قانون پیشنهادی برای چنین رفتار میتوانند جزا دهند. دوم، سبب دیگری بازداشتن روادیدها این تهدید به اصطلاح هیبریدی گفته می شود، به مانند آنکه اتحاد اروپا روسیه و بلاروس را به فرستادن مهاجران از افریقا و آسیا به مرزهای لهستان یا پولش و لیتوا متهم میکند. سوم، اگر کشور برای سرمایه گذاران برنامه تقدیم شهروندی را عملی کند، یعنی به افراد امکان بدهد که به یگان ارتباط واقعی با آن کشور شناسنامه بگیرند، پس سبک کردن نظام روادید با اتحاد اروپا در آینده نیز میتواند بازداشته شود. و چهارم، طبق لایحه قانون هنگام پایمال کنی جدی حقوق انسان، ویران کنی جدی قانون ها و معیارهای بین المللی از جمله قانون حقوق انسان و رعایت نکردن قرارها و حکم‌های دادگاه‌های بین المللی، نظام بی‌روادید بازداشته خواهد شد. طور مقامات اتحاد اروپا تاکید می‌کنند و در این باره می‌گویند این قاعده زمانی به کار می‌دارد که همه امکانات دیگر تمام شدند، زیرا اتحاد می‌خواهد تنها حکومت یک کشور را جزا بدهد، نه اینکه تمام اهالی را. به همین دلیل است که در اول امسال اتحاد اروپا در پی عقب نشینی دموکراتیا در گرجستان تنها برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی تقدیم با امتیاز روادید را بازداشت. تشکر کیومرث عطا. بینندگان ارجمند، تفصیلات بیشتر درباره نظام روادید سفر منطقه شنگن با عالم بیرونه را در سامانه رادیو آزادی بخوانید.